اصلا نیست، مثل شما نیست. یکی بفهمه که مردم ایران چقدر عقب مونده و کیری و تنگ نظر و حسود و مادر جندن پشماش میریزه. یکی بفهمه واقعا اینو. هنوز هیچی نفهمیده شما چقدر کس کشید. انقدر شما مردم مادر جنده و بیلیاقتی هستید. یعنی شما مردم بی معرفت رو دوست دارم بشاشم رو صورتتون. آخه مگه میشه همچین چیزی؟ من شما کیری ترین مردم دنیای با اختلاف و باید هم یه منجی وسط شما در می اومد. یعنی الان اگه برگردیم به عقب، محمد هم بخواد بیاد، اسلام هم بخواد بیاد، وسط ایران میاد دیگه، وسط عربا کاری نداره. شما دست همه احمقای دنیا رو از پشت بستید. اصلا باورم نمیشه انقدر کس مشنگ با هم یه جا جمع شده باشن. انقدر کیری، انقدر سلیقه کیری، انقدر آدم بیلیاقت دوره هم اصلا فاجعه است. یعنی واقعا فاجعه است. یعنی واقعا من نصف عمرم فقط تعجب کردم چطور میشه یه مردمی انقدر کس مشنگ و کیری سلیقه و نفهم و اصلا انقدر کیری بادرتون کسکشای هیچی نداره، نمک به هرون، بیلیاقتای چشتنگ، خاک بر سرتون کنن. انمی آخه از شما مادر جنده تر نبوده، نخواهد بود و نیست. قسم میخورم، من با خونم مینویسم، امضا میکنم، از مردم ایران مادر جنده تر در تاریخ بشریت وجود نداشته، ندارد و نخواهد داشت. اگر من داستان زندگیمو بیام کتاب کنم، سالها بعد به اسم وحشی از شما یاد میکنم و سالها بعد شرمتون میشه از این رفتاری که با من هنرمند کردید. بعدم میگید فوش نده. ای کیر تو کس مادر تک تکتون، فوش نده.